این هذا العلم دین، این علم دین است. فانظروا عمن تأخذون دینکم، شما یا مراتب نظر کنید دین خود را از کی میگیرید. یعنی انسان باید از هر کی علم نگیرد. حتی امام مالک رحمت الله علیه، بعضی علمای تابعین این سخن را گفتند که این هذا العلم دین، این علم دین است. شما نظر کنید که از کی علم میگیرید. وقتی که امام مالک را پرسیدند که لما لم تأخذ عن عمرو بن دینار، برای چی از عمرو بن دینار علم میگرفتی؟ عمرو بن دینار ثقه، یعنی عالمی معتمد و در حدیث، در علم حدیث ثقه هست، یعنی معتبر است و باوریناک هست، حدیثاش صحیح هست. عمرو بن دینار برای چی از علم میگرفتی حالا آنکه در یک وقت زندگی کردی، وقتی که در مدینه بود تو مقصد بودی، برای چی علم نگرفتی؟ این عیب است وقتی که انسان همراهی یک عالم در یک شهر زندگی کند و از آن علم نگیرد. بعد امام مالک گفتن که رأیته یحدث الناس قائما، دیدم که به مردم راست ساده حدیث میگوید، حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم را. فاجللت حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اخذه قائما، پس من بزرگ شماریدم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را این که در حالت راست ایستاده گیرم. برای همین من علم نگرفتم از عمرو بن دینار. مردم می جستن از این آدم علم گرفتن، حدیثاش ضعیف برآمد. هر حدیثی که از آن کس روایت میکنن حدیث ضعیف میشه. بعد در این باره ملامت شده، برای چی از فلانی علم گرفتی؟ از این عمرو بن دینار برای چی علم نگرفتی؟ گفته مردم سوال کردن. از این شخص گفتن که برای چی از این علم گرفتی؟ گفتن که مرا با بسیاری نمازش و زیبایی نمازش مغرور کرد. یعنی حتی امام مالک استادان خود را، نمازخوانی آنها را یعنی مراقبت میکردن، چگونه این استاد نماز میگذارد. دیدم که گفتن نمازهاش طولانی هست، مقصد نمازهای سنت نه نماز فرض. امام مالک گفتن که مرا با بسیاری و زیبایی نمازش فریب کرد. گفتن یعنی اون نمیدانست استاد که امام مالک را مراقبه دارد، فقط امام مالک به همین فریب خوردن. گفتن یعنی که آن استاد خدا ترس بود، پرهیزگار بود، ولی اهل حدیث نبود، در حفظش عیب داشت و الا یعنی سزاوار بود که از چنین شخص ها علم گرفته شود.